امروز عجیب شدی یا. اینو چجوری میگی توی انگلیسی؟ اینجوری بگو. میخوام بگم امروز مهربون شدی یا. امروز عجیب شدی یا. اینو از این ساختار استفاده کن. am، is، are رو بذار، being رو بذار و اون صفتی که میخوای بذاری. مثال ببین. You are being kind today. یعنی تو امروز مهربون شدی یا. She's being romantic today. اون امروز یه جورایی رومانتیک شده ها. They are being generous today. generous میشه بخشنده، دست و دلباز. اونا امروز دست و دلباز شدن ها. پس to be رو گذاشتم، بچه ها being و بعد صفتی که میخوای بیاری و بذار. این یکی شما بگین. بگو امروز قرقرو شدی یا. قرقرو میشه grumpy. منتظر کامنتت هستم. اگر دوست داری در کلاس های مکالمه و آمادگی آیلتس ما شرکت کنی، دایرکت پیام بده تا راهنمایی بشی.